سلام، من نگار هستم. خوش اومدید به MDN کانال خودتون. امیدوارم که حالتون خوب خیلی خوب باشه. دوستان عزیزم، من برگشتم با یه ویدیو دیگه از عشق ابدی، اما از دید ماتریکس رو. من خیلی دوست دارم ماتریکس رو و این چیزای خفنش و خنده‌دارش رو خیلی حال میکنم باش. و یه آهنگ ببخشید، یه ویدیو دیگه آوردم براتون از عشق ابدی. 100% خیلی هاتون میبینید دیگه. نظرتون رو در مورد این عشق ابدی و ماتریکس رو هم بگید. بچه یه چیز دیگه، من یه ویدیو از عشق ابدی ترکی رفتم، نمیدونم اصلا ویو نخورد، نمیدونم اصلا یوتیوب خوب به کسی نشون نداد. ممنون میشم اگه دارید این ویدیو رو میبینید برید ویدیو قبلی من ببینید، اونم ویو بخوره. میخوام ببینید که ترکا عشق ابدیشون چجوریه. لباس پوشیدناشون رو ببینید. لباس نپوشیدن اینجوری بگم. بچه بریم با هم عشق ابدی ماتریکس شو رو ببینیم چطوری است. اوکی بزنید بریم. سلام، من متیو هستم و با یه قسمت دیگه از دوشیدن عشق الکی خوش اومدین. این قسمت طوفانی شروع میکنیم و سوال اول از مهمون جدیدمون میپرسیم. سیاوش، تو برنامه تو عاشق کی شدی؟ این آقای کارگردان خیلی بدن. سیاوش چرا اصلا شبیه خود نیست؟ سیاوش مش فریه. سیاوش دیگه. آره گفت سیاوش. بعد اینجوری شبیه چینی ژاپنیا شده، اینجوری کشیده، موهاش هم فر نیست. نمیدونم. این وای فکر کردم زهرا این تنازه. بریم. الان نشسته. البته که عشق اول میلاده. وایسا ببینم چرا اینجوری شد. گی دلو بهت دادن تو جزیره. مطمئنی فقط دل دادی تو جزیره؟ سیاوش اونجا بهت کافو مافو میدن. یه چیزی بگم، واقعا این آهنگ چیه؟ اصلا خیلی مسخره است. میتونست خیلی بهتر باشه به نظر من. البته ها میتونست خیلی بهتر. انگاری که خیلی تون فقط خواستن دیدن دو تا رپر و اینا هستن، گفتن یه آهنگی هم ضبط کنیم باهاشون خیلی سریع. چی آف کنی؟ چطور؟ نمیدونم، یا بغل پسرای یا داری مشاوره میدی. اصلا پرستو صالحی کجاست این برنامه کسچه رو ساخته؟ پرستو صالحی یا ول کن خودمونو بچ. پرستو صالحی نساخته که این. البته من دارم برای شما میگم پرستو صالحی نساخته. راست میگه، ولی اصلا پرستو صالحی خیلی کم میاد. ولی خب اینو پرستو صالحی نساخته. پرستو صالحی فقط یه مجریه. چس بیبی. چه حسی داری که بعد اکیپ آتوس لطیفی اولین خونه تیمی پابلیک تو ایرانی؟ خیلی خوبه، فقط کاش دخترا نبودن. امیدوارم این برنامه هرچه سریعتر به سرنوشت بلایند دیت برسه. داش منظورت موفقیته؟ نه، منظورم سرنوشت مجریاست. جای گلزار خیلی مجری‌ها رو گرفته بودم فکر کنم و منظورش اونه. ولی هنوزم که فکر میکنم اصلا شبیه سیاوش نیست. چرا یه ذره از سیبیلاش. فقط موهاش چون فر نیست و ابروهاش واسه همین خالیه تو برنامه تو. وای کاش اینجا بود. تو که دکتر داره کارتو راه میندازه. من می‌خواستم بگم کاش گلزار بود چای میرخت. دکتر تو بچگیات قبل به دنیا اومدنت احیانا با گلزار همسایه نبودی؟ این زبون بسته چی گفت؟ داره میگه آره. حالا فهمیدم تو از بقیه خیلی دکترتری، چون بقیه دکترها دست خطشون خرابه، تو گفتارت هم خرابه. علی چقدر از زاکربرگ تو پول گرفتی؟ حق السکوت. نه برای تبلیغ واتساپ. من لولم خیلی بالاست. میخوای زنگ بزنم مامانم بپرس. وای عاشق این تیکم. بپرس. بزن 0900 و ولش کن. علی چرا انقدر زر میزنی؟ من زیاد زر میزنم. آره به مامانتم زنگ زدیم تایید کرد. این زبون بسته چی میخواد بگه؟ یه چی میگه؟ ولش کن تو ناراحت نشو. وای صدای دکتر تو اینجا خیلی باحاله. خدای خیلی باحاله. بچا لینک ماتریکس شو رو میذارم اگه میخواین ویدیو رو کامل ببینید برید از خود ماتریکس شو ببینید. منم کف کاش که بود چای میرخت. جای فرشاد واقعا خالیه. منم خیلی دلم براش تنگ شده. برای چایاش؟ نه برای لواش. سیا از بین 6 تا دختر برنامه با کدومشون میخوای اوکی شی؟ با میلاد. اون که دختر نیست. خب منم برای همین انتخابش کردم دیگه. دلیل این همه علاقه شدیدت به میلاد چیه؟ گفت کمتر از برج میلاد نیست. قدش؟ نه. سیا تا اطلاع ثانوی برو تو اتاق. انقدر سیاوش دوست دختر نگرفته توی این برنامه، همه رو گفته تایپ هم نیست دیگه. واقعا همه براش این حرفو در آوردن دیگه. الان تازه دوست دختری اومده که کاشکی نمیگرفت. نمیدونم، نظر منه ها بچه‌ها. نندازین نریزین تخریب کنین. نظر من اینه. نندازین نریزین. چی گفتم؟
به کارهای بعدی که می‌خواستی با میلاد بکنی فکر کن. نگار میگه تو مرزهای پیک می بودن رو جابجا کردی. نه من فقط دنبال عشق ابدی به بودم. نظرم تو تا ابد دنبال عشقی نه دنبال عشق ابدی. تناز می‌دونی تو خیلی منو یاد زنای تیوا سوار میندازی، با این تفاوت که تو شاهین سوار میشی. من که شاهین سوار نمیشم. راست میگه، منم سوار شاهین میشم. تو شاهینو مجبور کردی صورتی بپوشه؟ آره چون صورتی دوست دارم. منم میلاد رو دوست دارم. همه پسران منو دوست دارم. منم خالق مخلوقات رو خیلی دوست دارم. منم دکترم. دیوونه خونه است. منم دکترم. خیلی خوبه خیلی. بچه نمیدونم حالا چند نفرتون عشق ابدی رو میبینید، ولی اگه میبینید ویدیوی منم دارید نگاه میکنید نظرتون در مورد عشق ابدی بگید. خیلی دوست میرم بقیه چه نظری دارن در موردش. من خودم واقعا اولش اصلا نگاه نمیکردم، بعد 2 قسمت اینا نگاه کردم معتادش شدم و الان هر شب میبینم. به خدا این همه برنامه چرا عشق ابدی؟ خیلی خوبه، نزدیک 14 تا کیس ازدواج اونجاست. کلا 13 تا شرکت کننده بودید که با آقای کارگردان گفتم دیگه میشه 14 تا. ای بابا میدونی واقعا برنامه‌تون شبیه اصل بقاست، فقط اینکه اونجا چند تا حیوان میندازن با هم دیگه جفتگیری بکنن، شما یه مش آدم این که انداختنتون با هم دیگه جفتگیری بکنید. خب این برنامه به پایان رسید، تا یه برنامه دیگه بدرود. وقتتونم رو چرت و پرتای دیگه بذارید ببینید. خداحافظ. بابا اینم خوبه دیگه وقت و میدونی چیز آموزنده‌ای نداره. راست میگه وقت گیرم هست، ولی برای یه سری آدم مثل من که صبح تا شب کار انجام میدن بچه داری میکنن، شب 2 دقیقه میشینیم نگاه میکنیم یه حالی عوض کنیم. ولی واقعا وقت گیره، یعنی میتونی کار آموزنده دیگه بکنی، کار آموزنده بکنی، ولی وقتی صبح تا شب کار میکنی خسته ای، حالا یه عشق ابدی هم ببینی. درستش دارم میکنم. پسرم بیدار شده، قند ازلم بیدار شده. نوز مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. دمتون گرم. تا درودی دیگر. بدرود. عشق منه.